خیلیاتون میگن آقا بری چی سس نمیره داخل کیک خیس. اول که داداش من عزیز دل این کیک ایجوریه ور مدارم ایجوری مذارم سسم مذارم جوش بشه. مورد دوم بافت نها کن بعد یه بافت ایجور میبینی بافت کیک های ما همشون ایجوریه به خاطر همون. خب حالا چی کار میکنم؟ اینا رو قشنگ ور مدارم پرسس میکنم. این نگاه کن قشنگ میبینی همینجوری دارم میرسم این قشنگ همه جاش سس میره همه جاش. یعنی اونایی که مشکل دارن مثلا این خانم که آیفون 17 باتری 100 داره این خانم خیلی مشکل داره میگه آقا برشی مثلا این سس ما اینجوری جز نمیره. نگاه کن اینجوری هم بخی نخی جز میره. میبینی این فرض کنه بره خانواده شوهر میخویم زیاد نمیزنه ها بقیه این نگاه کن بره خانواده خود ما.